و از همین لحظه با صدای سوت آقای حسن اکرمی این بازی آغاز میشه. توپ میدان در اختیار بازیکن پیکان هست، یه ارسال عالی روی دروازه و که پرتاب‌های نادر محمدی بسیار بلنده به تیرک دوم و ضربه دروازه اعلام شد. فولاد امیرحسین جدی از خیبر، شاهین طاهرخانی از پارسا جنوبی و چه گلی رو دریافت کرد. یه اشتباه مرگبار از پارسا جعفری. ذوب‌آهن شد. در صورت پیکان 1 ذوب‌آهن 0. انتظار نمیرفت پارسا جعفری که فصل قبل به عنوان یکی از بهترین دروازه‌بانان انتخاب شده بود این اشتباه رو مرتکب بشه، ولی در هر صورت پاسش برای محمد جواد محمدی خطرناکه، میخواد به عرض بزنه. یه ارسال عالی روی دروازه که فرصت رو از دست داد. بازم خود احسان پهلوان وارد محوطه جریمه شد، پاس رو به بیرونش خود لطیفی چقدر بد به توپ ضربه زد، چرا به توپ زاویه نداد. شاید بهترین فرصت ذوب‌آهن در همین لحظه بود که توسط امید لطیفی از دست رفت. پاس کاتبک احسان پهلوان برای امید لطیفی و ضربه ای که زد. شاهین توکلی بازم یه پرتاب بلنده دیگه. ببینیم کدوم تیم میتونه از این پرتاب‌های بلند نهایت استفاده رو ببره. دروازه‌بان تیم پیکان احمد گوهری بازم یه شوت دیگه و ایستادگی مدافعین تیم پیکان. فرصت همچنان ادامه داره، به شوت بستن دروازه تیم پیکان رو و در نهایت خود شوشتری یه ارسال روی دروازه، ضربه سر بازیکن ذوب‌آهن. چجوری این توپو در آورد احمد گوهری، عالی کار کرد. بازم بازیکن ذوب‌آهن فرصت رو دارن که گل بزنن و توپ در چارچوب نبود. ارسالی که انجام شد، ضربه سری که فکر میکنم نادر محمدی بود که به توپ زد. بله نادر محمدی هم زد، عالی هم زد، حیف توپش زاویه نداشت و علی اسلامی در برگشت به توپ ضربه زد که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. طاهرخانی فرصت رو از دست دادن، یه فرصت خطرناک برای بازیکن‌های پیکان. چیکار کرد شماره 77 این تیم؟ پدرام قاضی‌پور یه سال یه دروازه، فرصت رو دارن بازیکن‌های ذوب‌آهن. شاهین طاهرخانی هم شانس نمیاره و توپش برگردونده میشه. در شلوغی محوطه جریمه کنترل توپ عرفان قهرمانی و چرخش و ضربه شاهین طاهرخانی که با واکنش احمد گوهری توپ برگردونده شد. بازیکن‌های پیکان حالا میتونن در ضد حمله موفق عمل کنن. 3 در مقابل 2 هستن. یه پاس تو در، حالا تک به تک میشن بازیکن‌های پیکان. ببینیم از این فرصت چگونه استفاده خواهند کرد. کجا ضربه رو زد شماره 77 عرفان جمشیدی. همین چهره سوت پایان مسابقه و برتری 1-0 پیکان در مقابل ذوب‌آهن و شکست تلخ آقای قاسم حدادی‌فر در اولین تجربه مربیگری خودش و در اولین بازی فصل